بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. جناب انصاری عزیز، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید آقا، خسته نباشید. رکورد زدیم دفعه اول ما شدیم. آقا رسول بزرگوار، شما خوبه؟ متشکرم، شما خوبه؟ زنده باشید. امروز دیگه در رفاق خیلی خسته بودم، از سر کار اومده بودم همین الان. خیلی خسته بودم. اولین شماره زدم، شماره شما گرفت. چه جالب آقا. الحمدلله. الحمدلله. خسته نباشید. زنده باشید، سلامت باشید. آقایون همه خوبن؟ الحمدلله. احمد آقام صدای شما رو میشنون، سلام دارم خدمتتون. خیلی خوشحال شدم آقا، هم اولین شماره گرفتن از جای. الحمدلله. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر از شما. الله ما که اصلا زیاد شما نمیره، ما تکرارا، برنامه هر چی هست حالا همه رو یک سر رو همین شبکه‌ایم. البته دو تا تلویزیون دیگه، تلویزیون من جداست. خوب هستید که؟ زنده باشید آقا رسول. الحمدلله الحمدلله. بچه‌ام یکی یکی دارن به لطف خدا هدایت میشن. اگه یادتون باشه یک دقیقه گفتم بچه‌ها نماز نمیخونن. بله بله. یادتون هست؟ بله بله کاملا. بعد آقای دهقان گفتن که شما فقط راهنمایی کنید اینا. درست. بعد خلاصه اینو خدمتتون عرض کنم که دیگه بچه‌ها دارن نماز میخونن الحمدلله. الله اکبر الله اکبر. این لطف الله سبحانه. باور فرمایید اصلا یک جور دیگه شده آقای انصاری. چجوری بگم، اینقدر خوشحالم اینقدر خوشحالم. الحمدلله الحمدلله. این لطف الله سبحانه و تعالی است. دیگه به هر حال لطف الله سبحانه و تعالی میگه بالا خدا رو پای خدا میخواد. این به هر حال برنامه‌های شما، هزینه‌هایی که میکنید، گفتارهایی که میگید، سندایی که میگید، اینا خیلی تاثیر داره. من خودم خیلی مطالعه داشته بودم، البته نه در حدی که بخوام بگم خدا نکرده میدونم، نه چیزی نمیدونم. من اول اعتراف کنم کنار شما چیزی نمیدونم. اما خب اینایی که شما میگفتید خیلی زمین تاتون فهم کرد تا اون چیزی که ما خونده بودیم. درست. بله بله. الحمدلله. پیش برنامه‌هاتون ندیدم که بخوام چیزی دربارش نظر بدم. زنده باشید. همین که صدای شما رو شنیدیم انشالله ما به فال نیک میگیریم. خواهش می‌کنم، لطف دارید. ما خوشحال شدم آقا. خوشحال. زنده باشید. خسته نباشید. زنده باشید. احمد آقای عزیز سلام برسونید. سلامت باشید. علیکم و علیه السلام. بارک الله فیک. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از آقا رسول بزرگوار. البته صبر و تحمل نیاز داره. احمد جان اگر این آیه رو نشون بدی، ببینید الله سبحانه و تعالی امر میکنه به پیامبر بزرگوارش که وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. و خانواده‌ات را به نماز فرمان بده و خود بر انجام آن شکیبا باش. ما از تو روزی نمیخواهیم، بلکه ما به تو روزی میدهیم و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است. این از دستوراتی است که الله سبحانه و تعالی به پیامبران بزرگش میده و به انبیاء خودش. و در این راه چون ما مشکل در جامعه، تنها شما اگر تو خونه فرزندتون رو خوب تربیت بکنید، در مدرسه خرابش میکنن، در صدا و سیما خرابش میکنن، با کتاب و با مجله و با روزنامه خرابش میکنن، با فیلم و سریال خرابش میکنن. فاول توفیق الله سبحانه و تعالی، همیشه از بارگاه الله سبحانه و تعالی دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی توفیق بده، چون انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت به دست الله سبحانه و تعالی. ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر کدوم شما مسئولید در قبال زیر دستان خودتون. و توفیق به دست الله سبحانه و تعالی است و در این را باید انسان از صبر و شکر